السلام علیکم و رحمت الله. برادری که درباره نماز ضحی پرسید، نماز آفتاببرا. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. عن ابی ذر رضی الله عنه النبی صلی الله علیه و سلم قال: از ابی ذر رضی الله عنه فرمودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: یصبح على كل سلامة من احدكم صدقه. میگه وقتی که صبح میدمد، صبح که دمید یعنی که به صبح کشید، على كل سلامه، به هر یک پیوندی، هر یک کسی شما، پیوندی هر یک کسی شما صدقه هست. یعنی انسان به هر یک پیوندی که دارد در بدنش صدقه است. در صحیح مسلم میگه که خلق الانسان ولو 60 و 300 مفصل على كل مفصل صدقه. این در حدیث روایت دیگر است در امام مسلم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه خلق الانسان، آفرید خداوند انسان آفرید در بدنش 360 پیوند دارد. هر یک انسان در بدنش 360 پیوند دارد. به هر یک پیوند میگه صدقه است. برای هر یک پیوند صدقه است. در اینجا میگه که پیغمبر در همین حدیث یصبح على كل سلامة من احدكم صدقه. وقتی که پگاهی میشود برای شکر کردنی که تو پگاهی، یعنی خداوند شب چی کرد؟ تیر کرد و پگاهی شد، یعنی تو زنده ماندی. برای همون پگاهی کردنت میگه برای هر یک اعضای بدنت، هر یک پیوندی هر یک انسان صدقه است. پیوندی هر یک انسان میگه صدقه است. فكل تسبیحه صدقه، هر یک تسبیح گویی صدقه است. و کل تحمیدة صدقه، و هر یک سپاسگزاری الحمدلله گفتن صدقه است. و کل تهلیلة صدقه، و هر یک کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له گفتن صدقه است. گفتیم و کل تحلیلة صدقه، به هر یک کلمه لا اله الا الله گفتن صدقه است. و کل تکبیرة صدقه، و هر یک تکبیر گفتن، الله اکبر گفتن، انسان اجر صدقه را میگیرد. و امر بالمعروف صدقه، و امر کردن به معروف، به کاری نیک، به کاری شایسته، این در چی است؟ در برابر صدقه است. و نهی عن المنکر صدقه، و نهی از منکر کردن، بازداشتن مردم از کاری بد، این چی؟ به مرتبه صدقه است. در آخر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث می‌فرماید که و یجزئ من ذلك رکعتان یرکعهما من الضحى. و بسنده است برای هر یک مسلمان که 360 پیوند دارد، به هر یک 360 پیوند صدقه دادنش میگه برای او بسنده است که پگاهی بعد آفتاببرا 2 رکعت نماز آفتاببرا گذارد. بسنده است برای من چین؟ برای گویا که صدقه داده است از 360 پیوندی که در انسان در بدنش دارد. حدیث روایت که از امام مسلم، حدیث رقمش 1181. امام نووی در شرح همین حدیث میگوید که و یجزی من ذلك رکعتان یرکعهما من الضحى. و یجزی معنای چی را دارد؟ میگه معنای بسنده است برای یک انسان. لا یجزی عن احد بعدک. دلیل در اینجا چی است که نماز ضحی خیلی اجر بزرگی دارد. و در این حدیث با دلیل است که نماز ضحی آفتاببرا این نماز چیست؟ این 2 رکعت خواندن هم جایز است. دویم حدیث روى البخاری و مسلم عن ابی هریره رضی الله عنه. در بخاری مسلم از ابی هریره رضی الله عنه فرمودند که اوصانی خلیلی بثلاث. ابو هریره میگوید که اوصانی، ای وصیت کرد برای من، خلیلم ای از دوست بالاتر، به 3 چیز میگه مرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وصیت کرد. لا ادعهن حتی اموت. گفت که وصیت کرد 3 چیز را که ترک نمیکنم آنها را، نمیگذارم آنها را حتی تا هنگامی که وفات نکنم. یکمی آنها چی است؟ صوم 3 ایام کل شهر، روزه گرفتنی 3 روز در هر یک ماه. و صلاة الضحى، و نماز آفتاببرا. و نوم
على وتر و خواب رفتن در چی؟ هنگامی که ویتر گذاشتگی هستم. باز در حدیث دیگر می فرماید ان ابی درداء رضی الله عنه قال اوصانی حبیبی صلی الله علیه و سلم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه، ابو درداء میگه من وصیت کرد حبیبم به سه چیز، لن ادعهن ما عشت، ترکشون نمیکنم هرگز تا مادامی که زنده هستم. بصیام 3 ایام، به نمازی چی؟ 3 روز در هر یک ماه، و نمازی صلاة الضحى و نمازی چی؟ آفتاب براه، و بان لا انام حتی اوتر، و هنگامی که چی؟ بیگمان تا آنی که خواب رومو نمازی چرا ویتر گذاشتگی باشم، یعنی نماز ویتر می گذارم و بعد پس از او خواب می روم. حدیث در رواه مسلم، حدیث 1183. امام قرطبی در اینجا میگوید که وصیت پیغمبر به ابو درداء و ابو هریره دلالت میکند چی فضیلت و چی برتری دارد نماز آفتاب برا، و چی ثواب زیاد و اجر پاداش زیاد دارد. و کسی که همین نماز چی میکند، محافظت میکند، مواظبت میکند، اجر بزرگ دریافت میکند. در حدیث سیوم از ابی درداء و ابی ذر رضی الله عنهما، از ابو درداء و ابو ذر رضی الله عنهما راضی باشد خداوند از آنها، فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند از خداوند عز و جل، یعنی حدیث قدسی، انه قال، ای الله عز و جل فرمودند گفتند که یا ابن آدم ارکع لی من اول النهار 4 رکعات اکفیک آخره. گفت ای فرزند آدم، یعنی الله میگه در حدیث قدسی، ای فرزند آدم برای من در اولی روز، در آغازی روز یا که سرشوی روز 4 رکعت نماز بگذار، 4 رکعت نماز بگذار، بسنده است تا آخری روز، بسنده است برای تو، یعنی که من برای تو بسنده می شمارم تا آخری چی؟ تا آخری روزه. این حدیث امام ترمذی در صحیح البانی. امام مبارک فوری چی میگه در همشرح همین حدیث؟ من اول النهار قیل المراد صلاة الضحى، گفته شد که از آغاز شبی روز این نماز چی است؟ نماز آفتاب برا، ضحی. و قیل صلاة الاشراق، و گفته شد که نماز اشراق. و قیل سنة الصبح، و گفته شد که این نماز سنت صبح است. و فرضه لانه اول فرض النهار الشرعي. قلت حمل المؤلف كذا هذه ركعات على صلاة الضحى ولذلك ادخل في الحديث في باب الضحى. میگه این اولاترش، یعنی که همون درسترش که نماز ضحی است. خلاصه اکفیک ای مهماتك آخره ای آخر النهار، قالت بی اکفیک شغلك و حوائجك، ای خداوند برای تو بسنده است در کار و در نیازمندی که داری. و ادفع عنك ما تکره، و از تو دفاع میکنم، دفع میکنم، دور میکنم آن چیزی که او را تو بد میبینی. خلاصه همین حدیث بود. پیغمبر اکرم در حدیث 4 چی بگد؟ از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که فرمودند، پیغمبر گفتند که لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب وهي صلاة الاوابین، رواه ابن خزیمه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از ابو هریره روایت میکند که میگوید که لا يحافظ على صلاة الضحى، نماز آفتاب برا را، در نماز آفتاب برا مواظبت و دائمی نمیگذارد مگر اون مسلمانانی هستند که همه وقت اواب ای به سوی خداوند توبه و ندامت میکنن، یعنی همه وقت ذکر خدا و یاد خدا در فکر و اندیشه آنهاست. و هی صلاة الاوابین، و نماز اوابی هاست، اوابی ها، همانایی که اوابین، همانایی که به سوی خداوند همه وقت یک کاری کردن به سوی خداوند میگردن و توبه و ندامت میکنن. همون را چی میگه؟ حدیث دیگه، حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در حدیث امام ترمذی به فکر من والله تعالی اعلم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که من صلى الصبح و جلس حتى تطلع الشمس، کسی میگد می نشیند، کسی میگد نماز فجر میگذارد، نماز فرض، نماز بامداد در رکعت فرض میگذارد و می نشیند تا آفتاب برآمدن، ثم يصلي ركعتين،
پس 2 رکعت نماز میگذارد، 2 رکعت نماز میگذارد، پس برای او اجر چی است؟ میگه اجر حجت و عمره تامه برای او مثل اجر حج و عمره پره کامل، اجر کامل میگیرد. پره مثل که انسان حج میکند، خیلی مثل انسان حج میکند و عمره میکند اجر همون را میگیرد. این بود برادران گرامی در بالای نماز آفتاب برا. والله تعالی اعلم.